درود بر شما تماشابینان عزیز. برنامه نوبتی کودک خوراکپز منظور شماست. مهمان امروزه برنامه ما طاهر و ملیکه خان. خب دوستان عزیز، باید قید نماییم که سرپرست برنامه ما شرکت Zirveco Ravgani Olya. Мама знает что, папа знает что. Даже дети знают, что истинный вкус еды начинается с масла. Масло от компании Zirveco Olya. Вкус начинается с масла. طاهر و ملیکه 6 اکتبر در شهر خوجند در اویله کارگر تولد شده است. به فن متماتیک شوق زیاد داشته، وقت خالگی خود را به خواندن کتاب و کشیدن رسم سپری میکند. در آینده میخواهد دوزنده شود. عین حال در مکتب 12 دهه رمان در صنف دوم تحصیل میکند. خب ملیکه خان سلام. آداب سنت ما، آغاز صحبت ما، یاور و قوت ما، السلام علیکم. خب بهترین ملیکه خان، ما امروز برای تماشابینان چی آماده میکنیم؟ کلچه شپرک. کلچه شپرک آماده میکنیم. خب برای ما کدام محصولات ها ضرور است؟ 3 تخم اندازی، 1 استکان شکر، 1 استکان روغن، 1 استکان قطیر، 1 استکان آرد، 1 استکان یک تا رزرخی تیل. اینچنین باز شکر و کنجید می اندازیم، رشبه میکنیم، میچاشیم. یعنی برای آرو دادن کلچه قند ما از کنجد استفاده میبریم. خب باشد از چی آغاز میکنیم؟ و تخم. خب نباشد بیا من به شما کمک برسونم. خب اکنون ما چی رو مخته میکنیم؟ شکر رو آمیخته میکنیم. اکنون این رو با هم دیگر آمیخته میکنیم. ملیکه خان خوراک پختن رو از کی یاد گرفتید؟ اما در جنم یاد گرفتم. در خانه شما کی خوراک آماده میکنه؟ مادرم. مادرتون خوراک آماده میکند؟ خب ملیکه، خوراک دوست داشته تو چی است؟ خوراک دوست داشته من مانتو. مانتو رو دوست می‌دارید؟ بهترین. خب کدوم خوراک را دوست نمی‌دارد؟ وای، ماکارون را دوست نمی‌دارم. شوربا. خب ملیکه خان گفتی که خوراک دوست داشته تو مانتو هستن. شما مانتو آماده کرده می‌توانید؟ با همراه کی آماده میکنید؟ با همراه مادرم. تو بهتر خوراک میپزی مادرت؟ آدم کتی میپزی. بهتر کی آماده میکند؟ مادرم وای میکنم. مادرتون بهتر آماده میکند؟ اکنون ما آمیخته کردیم تخم با همراه شکر رو. کنون چیکار میکنیم؟ روغن آلیه رو می‌آموزیم. یعنی ما از روغن آلیا استفاده میبریم. خب دوستان عزیز، باید قید کنم که روغن آلیا خوراک شما رو خیلی با لذت میکند. نباشد ما اکنون روغن اضافه میکنیم. ملیکه خان، شما در خانه تون از کدام روغن استفاده میبرید بسیار؟ از روغن آلیه. یعنی شما بسیارتر روغن آلیا رو استفاده میبرید. خب یک سکن آمیخته میکنیم. اکنون با سخت وای میکنیم. اکنون ما باز با روغن آمیخته میکنیم. خب اکنون
دقیقه می اندازیم. سونی آردم می اندازیم. شد. بیا. خب ملکه خان اکنون برای ما شعر میخونید. من درباره و امام علی رحمان شعر میگویم. بهترین. خب امام علی رحمانی ما افتخاری تاجیکان و کارهای نیکتان شده سروری مایان. اکنون ما را شناس هر دولت در جهان با نامتان میفخریم از سیر تا بدخشان. بهترین. این شعر رو کی نوشته است؟ این شعر رو شما خودتان هم شعر می نویسید؟ نه. نمی نویسید. خب ملکه خان در وقت خولگی چی کار میکند؟ در وقت خولگی کتاب میخونم، رقص میکنم. و شما رقص کردن نیز میتوانید؟ باز چی؟ با خواهرم بازی میکنم. خواهرتون شما در عائله چند نفر هستید؟ ما در عائله 5 نفر. 5 نفر کی؟ مادرم، خودم، برادرم، خواهرچه دارید شما ها؟ نام خواهرچه‌تون کی؟ آسیه خان. بهترین. خواهرچه‌تون رو بسیار نقص میبینید یا برادرتونه؟ خواهرچم چی باید؟ و کتاب خواندن میگره آبی گفته میخونه. چند ساله خواهرچه‌تون؟ 2 ساله. 2 سال؟ یعنی شما او را یاد میدهید کتاب خواندن را؟ خب نباشد چیکار میکنیم حاضر باز؟ حاضر سخت و گفتم یعنی رزرخی داریم موند کن و این رو میکنیم؟ خب دوستان عزیز باید قید کنیم که سرپرست برنامه کودک خروغپز روغن اولیه. شما می توانید از این روغن در خانه خود خورش‌های خیلی با لذت را آماده کنید. ملکه خان بسیارتر با همراه کی گفتید بازی میکنید؟ برادرم. با همراه برادرتون؟ چی بازی میکنید؟ و خیزون بازی میکنم. سکاکا بازی کنم. خیزون چه خیلی بازی است؟ میداوی. فقط میداوی. خب نفره که بوی میدهد چی کار میکند؟ و همون میغزوند. بهترین. نفری که غالب میاد برای او یکون تحفه داده میشود؟ نه، چون دیگر بازی میکنیم. بهترین. خب اکنون ما چیکار میکنیم؟ 2 چمچه میاندازیم در اون یعنی در داخل شپرکا میمونه. برای چی نام پیروگ شپرک؟ قالب شپرک. برای همین کی نام مونده است؟ آدم ها مونده. آدم ها؟ کی باشند اما آدم ها؟ باشد حضور ما چند قاشق میمونه؟ 2 تا. خب اکنون اینو میمونیم. خب در تفتون میمونیم. ملکه خان زاد روزت که است؟ 6 اکتبر. اکتبر؟ شما چی رو دوست می‌دارید؟ کدوم تحفه رو دوست می‌دارید؟
چی میخواهید در زود روزتون برایتون توفیق کنند؟ خواهد تا حال فکر نکردم. خب دوستانی عزیز، اکنون در مدت چند دقیقه کلچه قند ما آماده می شود؟ 15 20 minut. خب دوستانی عزیز، کلچه قند ما در مدت 15-20 دقیقه آماده می شود. خب دوستانی عزیز، باید قید کنیم که سرپرست برنامه ما روغن اولیا. خب دوستانی عزیز، شما برنامه کودک خوراکپز را از تلویزیون تنین تماشا کرده استودید. خب سرپرست برنامه ما روغن اولیا. خب شما می توانید در خانه خود از این روغن استفاده برید. مزه هر طعام از روغن آغاز می شود. شما می توانید از روغن اولیا استفاده برید. خب ملکه خان، شما گفتید که رقص کردن می توانید. خب اکنون تا آماده شدن کلچه قند ما، شما برای تماشابینان عزیز ما رقص میکنید. رقص زیبایتان را نشون میدید. وزیری لب چی میگویی عجب خوش روی خوشبویی تو بالم چشم چی میجویی وزیری لب چی میگویی عجب خوش روی خوشبویی تو بالم چشم اگر نکنی بر حالی زارم عزیزم زمین و آسمان با هم نمیشه اگر نکنی بر حالی زارم عزیزم زمین و آسمان با هم نمیشه تو بادام چشم چی میجویی و زیر لب چی میگویی عجب خوش روی خوشبویی تو بادام چشم چی میجویی و زیر لب چی میگویی عجب خوش روی خوشبویی تو بادام چشم. خب ملکه خان، شما یک رقص خیلی زیبایی را منظور تماشابینان ما گردانیدید. شما از کی یاد گرفتید رقص؟ مادرم به من یاد دادن. شما بسیارتر با کی رقص میکنید؟ با پدرتان یا با مادرتان؟ خودم تنها میکنم. خودتون تنها میکنید؟ خب واقعا بهوده نگفتند که هر نفری را برای کار آفریدند و مهر اون را در دلش انداختند. خب دوستان عزیز، در وجود هر یک کودکان ما و شما هنر و استعداد است که هر یکی ما بی‌طرف نباشیم. خب ملکه خان، کلچه قند ما آماده شد. اکنون ما چیکار میکنیم؟ شکلات میکنیم روش به؟ ما بالایش رو شکلات میکنیم. خب خب اکنون این رو ما میده کرده چیکار میکنیم؟ آب میکنیم. نمشه رو میده میکنیم.
اکنون ما شکلات رو آب کردیم. چیکار میکنیم برای اولش استفاده میکنیم؟ وای میکنیم تر میکنیم. همین بالایش رو فقط شکلات میکنیم. باشه بیاریم به شما کمک رسونیم. خب ملیکه شما با بغیر از خودش آماده کردن چی کار رو دوست می‌دارید؟ باز کدوم نمودی شیرینی رو آماده کرده میتوانید؟ من وای پیرانی آماده کرده میتونم. خب اکنون ما کنجش رو در برش میمونیم. خوب نباشد تمام. یعنی این رو هم باید استفاده برند یا نفرانی که موافق طبع و ذوق خود؟ کسی خواهد میکنم. خب تماشابینان عزیز، کلچه قند ما آماده شد. اکنون ما مزهش رو میچشیم، میبینیم که آیا ملیکه خان ما امروز از عهده آماده نمودن کلچه قند بر اومد و یا من باوری دارم که خیلی بولذت شده است. اکنون میبینیم. مرحمت ملیکه. خیلی بولذت شده است. خب تماشابینان عزیز، شما نیز میتوانید از این نمود روغن هر نمودهای شیرینی و طعم‌ها را آماده کنید. Мама знает что. Папа знает что. Даже дети знают, что истинный вкус еды начинается с масла. Масло от компании Зербека Олия. Вкус начинается с масла. خب ملیکه خان، تشکر زیاد برای اشتراک در برنامه و حاضر سپاسنامه از جانب تلویزیون تنین آماده شده است که آن را به شما میسپاریم و اینچنین از شرکت زیربکا روغن اولیا یعنی برای شما تحفه می شود. به شما تحفه آماده کردم. خب تشکر زیاد، به نهایت زیبا. شما خودتان را این رو کردید؟ ساخته مادرم کردم. بهترین. خب تشکر زیاد ملیکه جان. خب دوستان عزیز، در اینجا برنامه کودک خروپز به فرجا میرسد. تا دیدار نوبتی تنصیحت و خانه آباد باشد و اگر کودکان شما نیز میخوان که در برنامه ما اشتراک کنند با رقم های زیر آینه نیلگون با ما در تماس باشد. خیر.